سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من یاریکچی هستم و به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز قراره که با هم دیگه بریم و 5 تا از خفن ترین موبایل پلیرهای جهان سنسشون رو تست و بررسی کنیم. فقط قبل از اینکه بریم برای ادامه این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کوچیک بغلش هم فعال کنید و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه. پس بی معطلی برو بریم برای ویدیو. لیتس گو. خیلی خوب رفقا، امروز قراره که 5 تا سنس رو حدوداً تو 2 تا دست لون ولف خلاصه کنیم و تستشون بکنیم. خب فقط الان اولین سنسی که میخوایم با هم تست کنیم متعلق به یک پلیر به نام رایسزاره که یک پلیریه که واقعا رنکاپر بسیار خفنیه و اینکه کارش هم درسته دیگه و موبایل پلیر هم هست. یک ترجیحاً من همه رو موبایل پلیر گذاشتم که سنسور رو به بهترین شکل بتونم براتون اجرا کنم و توی لیست 5 تا 4 تاشون هم گوشاشون گوشای شیائومیه و یه دونهشون که آیفون 15 پرو مکس داره. خب سنسش جنرالش 95 رداتش 90 اسکوپ دوش 100 اسکوپ 4ش هم 100. خب اسنایپر زده که اسنایپرش هم 100. خب اون آخری هم که اصلا نزده براشون. اوکی خب بریم لون ولف استارت کنیم. 2 تا ران باهاش بازی میکنیم، بعد میریم سنس بعدی که اونم متعلقه به یک پلیر خفن و تایلندی. این پلیر که هندیه. رفقا حتما تا آخر ویدیو رو ببینید که قراره سنس B2K هم با هم تست کنیم که دیگه ببینیم اون چطوره. حالا خوب یه چیت فعال شه بنمون کنه فری فایر. خب اسپیدی برداشت. حتی رفقایش هم بگم این تستا آنچنان دقیق نیست. اول از همه که این ویدیو رو من به این هدف گرفتم که شما سنس ها رو ببینید و از هوش مصنوعی هم گرفتم که دقیق باشه، ولی چون من دستم به این سنس ها عادت نداره کلا شاید یکم دقیق نباشه. خیلی خوب رفقا، هر وقت دوربین ما روشن میشه نوب میشیم، خیلی جالبه. برشتم بخواه کامنت های شورت هامون به همون میگن شما چیتی. اینم از چیتم رفقا، ببینید چه چیت خفنی زدمه، چقدر خوب میبازم. خب یخم کاشته نشد. بس فشار داری میدی دیگه. واقعا با اون تب بازی میکنم، تقریبا بازیش هم خوبه. خب یه دور میزنی خیلی اصلا نمیشین. زیبا بود رفقا، خدایش خوشگل داریم. بریم سنسیویتی بعدی رو جنگی بذاریم رفقا. سری یه گام بردارم دلول برو بریم. خب سنسیویتی بعدی TSG جش. نه من این پلیر رو نمیشناسم بچه ها حقیقتا. صد 70 50. فقط متاسفانه با کمپش کنیم با این وضعیت خرابمون. این چه سنسی 70 از کنم ایسکامون گرفته چت جی پی تی. داشت میخوایی زونگیری کنی؟ ای کلر. خب رفقا بدون یخ با بدون یخ باید بریم. وست یار رو خوردم. ای بابا آرامش خودتون حفظ کنید. بریم این راندو بزنیم. یکم این حرکت خیلی سخته که وسط کاریو بخوام عوض کنم سنسو. سنس بعدیمونم که
اون دیگه واقعا موبایل پلیر خفنیه و گیم پلیهاش هم گیم پلی چی گفتم گیم پلی هایش هم خفن نمیشه. باش جدی دو تیر نزن، آروم باش. فقط ما یه راند دیگه با این دست با این سنسه میریم. چی دارم میگم؟ چند وقت بود براتون ویدیو بلند نگرفته بودم، اصلا لفظم از دست دادمه. M590 یارو که فشاری است، همینجا معلومه داره تا ته فشار میده. خب برو بریم. نگاه کن، بخواب بابا. 91 بعدی آروکی FF که واقعا گیم پلیاشو من خودم نگاه میکنم بعضی اوقات، که یکی از یوتیوبرهای معروفم روش ریاکت رفته بود. الان این منو شلوارمو در میارم. رفقا متاسفانه مردم. اصلا ایده خوبی نبود که من بیام وسط کار سنسمو عوض کنم. اوکی دوران با این میریم دیگه. خواهی که ما این دوران ببریم خیلی جالب میشه. دست خط ترجیحاً برمیدارم با جون دیزل. برو بریم. و دو تا یوتیوبر دیگه اونه که اونا هم کسایی نیستن جز یکیشون که گفتم B2K و اون یکی هم اسکای سابر باسه که اونم واقعا پلیر خفنیه و اونم کلا تو چنلش فقط شورت میذاره بیشتر. من خودم ویدیو بلند ازش یاد ندیدم. یه آدم اوزگل فشاری اسمش هم ادلره. ای بابا دلوله که اونجوری میزنه، اینم که اینجوری میزنه. وای بابا چرا فشار میده اینجوری؟ بیا ای داره وای دارم فشار میکنه. فقط آروم باشید میریم دست بعدی و دیگه واقعا این بار رو میزنیم با همین سنس هم میریم یه راندو، چون واقعا هیچ چیزی نمیتونی بگیریم. دیزل برمیدارم امده رو تا ته فشار دادم. وای وای وای. سنس بعدی B2K و سنسش خیلی عجیبه رو فقط میرسیم بهش میفهمیم. خب این یه نوب بازی خودم بود، اینجوری کله باز رو جلوی این راه افتادم دارم اینم بالا. مرتی که اوریون پلیر خیلی خوبه رفقا. البته که ما که نباید حتما با همه سنس ها هدشات بزنیم و 100% این سنس یه مشکلی داشته که ما نتونستیم کاری انجام بدیم و بریم سنس B2K.
رسیدیم به بخش اصلی ویدیو که این سنس خیلی عجیبه و همش صده و چت جی پی تی من چند بار ازش پرسیدم و نوشته بود که همش صده. آخری که مهم نیست، همین یا بذار بزنه یارو. خب همش صده. ای دبل هم برداشته، حتی زیاد سنس میداستان کاری نداره، ولی خب بی تو کی هم که ای دبل پلیگره و برو بریم. خود گند زدی با این اسنایپرش، عجیبه. خب با سنس بی تو کی داریم دورانده میبازیم. حتی واقعا اسنایپ مسخره است برای تست کردن سنس. واقعا من میزدم لازم دیدم چی شد، پریدم و فهم کنم برش کن. خب بریم سراغ M18. وای اینم دو تیر میزنه. وای رفقا بریم یه راند دیگه. رفقا وضعیت خراب انمیای لون ولف رو داریم میبینید. حتی واقعا وضعیتشون خرابه. بریم سنس بی تو کی نمیتونیم تستش کنیم. یادم فشاری خورده بهمون. تو رو خودت وان شات پلیر باش. مردانگی، جسارت. اصلا سنسر رو دست من نیست اصلا و ابدا. میدونم رو چه ساعتی شدم واقعا چت جی پی تی اشتباه گفته رو حقیقت. سنس بی تو کی من جایی ندیدم سنس اصلی بی که کسی لو داده باشه. به چت جی پی تی تاکید داشت که اینه. من چند بار ازش پرسجو کردم و چند تا جاهای دیگه. زیبا خورد، از حق نگذریم، واقعا زیبا خورد رفقا. در آخرم یه نمره بندی خیلی خوب داریم. خب بریم برای آخرین راند که بعدش بریم آخرین سنسمون رو تست کنیم و ببینیم کدومش بهتر بود. یه جمع‌بندی هم انجام بدیم. یا خدا حاجی تلپورت داره میشه یارو اینقدر نتش ضعیفه. تنبدی فری فایر همینه که اولویت با اونه که نتشون ضعیفه. اگه یارو الان هد منو بزنه حتی اگه نزده باشم حساب میشه. خیلی اوضاع رو خیت میکنه. واقعا این سنس خفن بود، حال کردم. یعنی بعد از سنس TSG از تایلند بسیار سنس خفنی بود. خب بریم سنس آخر رفقا. سنس آخر اسکای سابرواسه که جنرالش 75 165 بزنه اون که رفقا کاری نداریم ما به اون 74 48 سریع این دران رو خودیم 74 چیکار کردن 48 برو این رفقا. این سنسه بهش میخوره سنس یکم کندی باشه چون هم ردات همینش پایینه. ببینیم چجوریه دیگه. خب لرزشش بالاست. رفقا من دی پی آی گوشیم 430 یعنی دی پی آی دیگه عوض نکردم و حتی چت جی پی تی هم نظر خاصی راجع به دی پی آی اونا نداشت.
خورد رفقا، واقعا یه توپ قرمز آخرش خورد، عالی بود. واقعا نتیجه خیلی تنگاتنگ میشه رفقا. واقعا همه سنس ها عالی بودن تا الان. من فقط زیاد از سنس آرویکی FF زیاد خفن نبود با سنس رایستار، که ولی رایستار بازم بهتر از آرویکی FF بود. شاید حتما دی پی آیش فرق میکنه، دکمه تیرش و اینا. من دکمه تیرم الان یه 64%. سنس خودم هم که داخل همه ویدیوها بهتون دیگه نشون دادم. یا خدا، دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن و سنس های مخصوص موبایل ها رو میخوان، حتما برن ویدیوی قبلی رو که با هوش مصنوعی بود و حتما ببینن که خیلی ویدیوی خفنیه. و این دوستمونم آفلاین شد، دوباره برگشت. اومدیم یه دقیقه با مومنت بزنیم، هیچی، بیا، هیچ غلطی نکردیم. فقط بریم راند آخر و لف میدیم دیگه. این سنس ها مثلا کنم دارم، حالا سنس کی بود اسمش هم رفت، تواسم نبود. همون سنس برادر تایلندی خیلی با شاتکان خوب بود. این سنسی که الان باش بازی میکنی برای SMG به نظر خوب میرسه و سنس B2K که برای انگار برای همه خوب بود. واقعا سنس B2K زیبا، چقدر زیبا، حال کردم. خیلی خوب رفقا، اینم از این ویدیو. از نظر من که از آخر بخوایم بگیم، شماره 5 آرویکی FF سنسش که واقعا به نظر من سنس خوبی نبود. 4 رایستاره که اونم بدک نبود، ما باش هم نتونستیم یه فول قرمز خفن بزنیم. بین حالا چند تا دمیجی که خورد به وستش، یه 51 هم خورد به هدش که حساب شد. از دیگه میمونه بین B2K، اسکای سابر باس و TSG جش که نفر سوم میشه برادر TSG جش. نفر دوم واقعا باید اسکای سابر باس باشه، به خاطر اینکه فقط با UMP اون خوبیت خودشون نشون داد. ولی B2K واقعا با دیزرت که میشه گفت یه چیزیه واقعا بین، چجوری بگم، مثل شاتکان میمونه دیگه، مثلا باش مانتپ خیلی راحت تره، خیلی خوب خورد و B2K هم رتبه اول. این نظر منه، شما نظرهای خودتون رو با تایم و اینا داخل کامنت ها برای من بنویسین حتما. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت، شیر فراموش نشه و تا ویدیوهای دیگر، پیس اوت.